روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 19 آگوست است. برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. شما را با تحولات اخیری در تاجیکستان و منطقه شناس می کنیم. اینک چند موضوع اساسی نشر. در تاجیکستان بر اساس قانون عفو تاکنون بیشتر از 8000 محبوس حجره‌های تنگ زندان را ترک کرده به نزد خانواده‌هایشان برگشته‌اند. ماموران میلیسا یک ساکن فیض‌آباد را با اتهام لطوکوبی بیرحمانه و قتل همسر 49 ساله‌اش دستگیر کردند. جنگ امریکا و ایران احوال اقتصادی این کشور را که سالهاست تحت تحریم‌های سخت قرار دارد بدتر و زندگی مردم را سنگین‌تر کرده است. همه چی با هم داره گرون میشه، هم اجاره خونه ها، هم اجاره مغازه ها. در عین حال برعکس فروشا داره میاد پایین‌تر. و نخست یک خبر مقامات انتظامی در ناحیه فیض‌آباد یک مرد را برای نفسگیر کرده و کشتن همسرش دستگیر کردند که علامت دیگری از همچنان زیاد باقی ماندن زورآوری به زن در تاجیکستان است. وزارت کارهای داخلی با نشر بیانیه رسمی خبر داد که زیابک رجب ساکن دهه مهرآباد ناحیه فیض‌آباد روز 18 آگوست یعنی دیروز در زمینه رشک و بدگمانی همسر 49 سالش هوسگل عمروا را در داخل حمام لطوکوب کرده، سپس با سیم آلومینی حلق او را بسته و نفسگیر کرده است. نظر گمانزد به آدمکشی معلوم نیست. قتل همسر در تاجیکستان سالهای آخر زیاد شده است. فقط این سال وزارت امور داخلی درباره نه کمتر از 6 مورد قتل همسر، تهدید به جان او و یا به خودکشی رسانیدن آنها خبر داد. در 2 سال گذشته بیشتر از 10 مورد زنکشی در تاجیکستان ثبت شده است. حامیان حقوق این همه را بیانگر تلاش‌های ناکافی حکومت برای محو زورآوری به زن و خشونت خانوادگی خوانده پیوسته آن را تنقید می‌کنند. مقامات تاجیکستان میگویند تا 14 آگوست بر اساس قانون عفو گناه 21000 نفر بخشیده شده و یا جزایشان سبکتر کرده شده است. حبیب الله واحدزاده دادستان کل روز 18 آگوست در ملاقات با ساکنان و فعالان ناحیه رودکی گفته است از این شمار 8157 نفر از زندان‌ها آزاد شدند. هرچند او از شخصیت‌های نام نبرد، در میان آزاد شده‌ها 2 خبرنگار مستقل ذوق‌بک سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده هم می‌باشند. آنها سال 2022 با گناه و گفته مقامات همکاری با گروه‌های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان از آزادی محروم کرده شدند. خودشان هیچگاه این اتهام را نپذیرفتند، اما بسیاری از زندانیان که پروندهشان را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند به عفو شامل نشدند. از جمله چهره‌های سرشناس اجتماعی دولتی که سال 2025 در دایره پرونده تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. قانون عفو روز 16 ایون در پیوند به 35 سال استقلال دولتی تاجیکستان قبول شد. و در تاجیکستان برنامه نو اصلاحات در زندان‌ها را تصدیق کردند که باید تا سال 2030 اجرا شود. در آن استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت زندانیان، تعمیر و نوسازی مرکزهای درمانی آنها و بهتر کردن خوراک محبوسان پیش بینی شده است. این سند را همکارم که مرسیتا خواند و پیش از برنامه از او پرسیدم که نکته‌های مهمترینش کدام است. خیرامان در بند اول این برنامه حکومتی آمده است که هر سال باید نه کمتر از 2 بار مشق‌ها برای پیشگیری بی‌ترتیبی‌های عمومی و رفع حمله به زندان‌ها انجام شوند. طبعا می‌دانیم دوام 8 سال اخیر در زندان‌های تاجیکستان از جمله محبس‌های خوجند و وحدت آشوب سر زد و ده‌ها زندانی و زندانبان‌ها کشته شدند. حامیان حقوق تاجیکستان را برای استفاده از حد زیاد نیرو علیه زندانیان تنقید کردند ولی مقامات نپذیرفتند. یک نکته بحث برانگیز در برنامه نو این تهیه لایحه قانون وابسته به جدا نگه داشتن گروه از محکوم شدگان در حجره‌های علاهیده است. البته جزئیات بیشتر آورده نشده است که مقامات کدام گروه محبوسان را از دیگران باید جدا نگه دارند، ولی تنها اشاره شده است که هدف از جدا نگه داشتن محبوسان تامین امنیت و فعالیت معتدل زندان‌ها است. نقشه نو همچنین مقامات را وظیفه‌دار می‌کند که تجربه کشورهای دیگر را برای استفاده از هوش مصنوعی یا همان ذهن صنعی برای نظارت محکوم شدگان آموخته آن را در یکی از زندان‌ها تطبیق کنند. همین برنامه همچنین پیش بینی می‌کند که تا سال 2030 حداقل در 6 زندان کشور
تجهیزات شناخت چهره یا فیس آیدی برای هیئت مخصوص نصب شود. هدف از این کار زیر نظارت دائمی قرار دادن حرکت محکوم شدگان در داخل مؤسسه های اصلاحی یا همان زندان ها گفته شده است. پول این تجهیزات به گفته مقامات باید از حساب بودجه و هم شریکان رشد پرداخت شود. حجم این مبلغ گفته نشده است. مقامات همچنین میخواهند دوام 5 سال آینده برای تامین امنیت کارمندان زندان ها البته تجهیزات معاصر مخصوص هم خریداری کنند. باری اول نیست که در زندان‌های تاجیکستان اصلاحات جاری میکنند. در سال 2018 نیز برای اصلاح وضع در محبس‌ها یک برنامه قبول شده بود. از کیومر سیاتو پرسیدم که از آن وقت تا کنون چی دیگر شده است؟ بله خیرامان، اصلاحات در نظام زندان‌های تاجیکستان تیر ماه سال 2018 و بعد از آشوب در محبس نظامش سنگین شهر خوجند آغاز شد. با وجود اعلان اصلاحات، خبرنگاران همانا به داخل زندان‌ها راه ندارند تا وضعیت را از نزدیک ببینند. تنها نمایندگان امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان همراه نمایندگان جامعه شهروندی هر چند وقت از زندان‌ها بازدید می‌کنند. یک شکایت اساسی نزدیکان محبوسان در سال‌های اخیر این نبودن شرایط مناسب طبابت در زندان‌ها است. از جمله چند پیش پیوندان سید عمر حسینی معاون پیشین رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که به حبس ابد محکوم شده است از افزایش فشار روانی و وضع ناخوب سلامت او شکایت کردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه ماه ایول امسال گفت که حسینی و دیگر محبوسانی که از سلامتیشان شکایت میکنند دائم تحت نظارت هستند. هدف دیگری مقامات که در برنامه نو ذکر شده است این زیاد کردن مبلغ گذاری خرید خوراکواری برای محکوم شدگان است. چقدر زیاد شدن مبلغ برای خوراک محبوسان آورده نشده است. نزدیکان بعضی از زندانیان در صحبت با ما گفته بودند که خود آنها به عزیزان زندانیشان غذا میبرند. عظمت شنبیلوف کارشناس بین المللی که از زندانهای تاجیکستان بازدید کرده است در یک صحبتش به رادیو آزادی گفته بود که شرایط زیست و نگهداری محبوسان در تاجیکستان رو به بهبود آورده است، اما برای دیگرگونی یا تغییرات کلی در نظام زندانها باید کار زیاد انجام داده شود. در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان هست و مقامات تاجیکستان در صحبت‌های خود از بهتر شدن شرایط بازداشتگاه و زندانها صحبت می‌کنند، اما دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا در سال 2024 از حد زیاد بودن زندانی‌ها را در محبس‌های تاجیکستان یک مشکل جدی نامیده بود. تشکر همکارم کیومر سیاتو درباره اصلاحات در نظام زندان‌ها و نگهداری محبوسان در تاجیکستان صحبت می‌کرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت azadi.org. در ایران که اقتصادش در 10 سالهای گذشته زیر تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی عقیب مانده و مردمش رنج میکشید، پس از آغاز جنگ با آمریکا وضع زندگی باز هم بدتر شده است. در این کشور که رسانه‌های خارجی به سختی راه می‌یابند، خبرنگار فرانس پرس با مردم و کارشناسان صحبت کرد و گزارش را در این باره به زودی ما به شما نمایش خواهیم داد و حالا شما را به دیدن یک مطلب دیگر دعوت میکنم. طوری معلوم اکثر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان که با روسیه نظامی روابط ندارند بر اساس پتنت کار میکنند. سال 2025 شهروندان خارجی تقریبا 2.3 میلیون پتنت و یا اجازه کار در روسیه را گرفتند. طبق قاعده‌های پیشنهادی کارگرانی که توسط نظام نو به کار جلب میشوند پس از آمدن به روسیه حق ندارند تا ختم مهلت قراردادی کاری با یک مؤسسه به کارخانه دیگر یا منطقه دیگر رفته کار کنند. مقامات میگویند هدف به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت است. روسیه همچنان برای مهاجران کاری در قلمرو کشورهای سابق شوروی و تمام جهان جذاب باقی میماند. جلب سازمان یافته هدفمندانه مهاجران کاری باید یگانه راه کاری موسمی برای مهاجران باشد. فرمولای آمد، کار کرد، پولش را گرفت، برگشته رود باید به هیچ استثنا اجرا شود. مسئله بر روسیه آوردن اعضای خانواده های مهاجران اصلا نباید باشد. کارشناسان مهاجرت از حالا نگران سرنوشت مهاجرانی هستند که در آینده و شاید بر اساس قاعده‌های نو برای کار و پیدا کردن درآمد به روسیه بیایند.
Они мечтают превратить мигрантов в рабов. онҳо орзу доранд ки аз ҳамин роҳ муҳоҷиронро ба ғулом табдил диҳанд. ҳеҷ ҷанбаи мусбат надорад, зеро муҳоҷир ба корфармо сахт пойбанд мешавад. таҷрибаи ҷалби созмонёфтаи муҳоҷирони узбек дар гузашта нишон дод ки чӣ гуна як коргарро мисли ғулом 350 рублӣ ба ғуломдорон мефурӯхтанд. талабот ин буд ки музди корашон камтар аз музди ҳадди аққал набошад ва онҳо ҳамин гуна маош таъин карда буданд. талабот ин буд ки корфармо коргаронро бо ҷои хоб таъмин кунад ва онҳо 10 одамро ба як вагони пур аз канаву нонхӯрак ҷой мекарданд. Переполненные клопами и тараканы. طرح آزمایشی 4 ساله که قرار است از 1 ینوری سال 2027 تا انجام سال 2030 ادامه یابد در 87 منطقه روسیه به استثنای ولایت و شهر مسکو عملی می شود. مقامات روسیه تخمین می کنند که طرح نو می تواند با کار بیشتر از 1.7 میلیون کارگر خارجی از جمله تعداد زیادی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی اثر گذارد. به عقیده کارشناسان حتما اثر می گذارد و اثری بد. Я изучил этот закон, могу уверенно сказать, что ничего хорошего в нем нет. من این قانون را خواندم. با باوری میگویم که هیچ چیزی خوبی ندارد. عاقبت‌هایش نه تنها برای مهاجران تاجیک بلکه تمام مهاجران ناخوب می شود. زیرا نصف از آنهایی که حالا به روسیه می آیند دیگر آمدن نمی توانند. مثل وقت‌های پیشین بعد میانه‌روها پیدا می شوند که رویخط آماده می کنند تا پیشتر به روسیه بیایند اجازه کار بگیرند. مثل پیش می شود که اجازه برای کار 1000-2000 روبل بود، آن را از 20 تا 30,000 روبلی می فروختند. 2000 روبلی продавали за 20, 40, 50 тысяч рублей. دایره‌های صاحبکاری روسیه نیز از پیامدهای احتمالی نظام نو نگرانند. آنها میگویند محدودیت‌ها میتوانند مهاجران کاری را به کارهای غیر قانونی مجبور کنند و گذشته از این نارسایی قوه کاری را در کشوری که به نیروی مهاجران کاری زحمتکش سخت احتیاج دارد باز هم بدتر خواهد کرد. بیماران یک شفاخانه مخصوص بیماری‌های روحی در قزاقستان از عذاب و شکنجه شکایت دارند. آنها ادعا می‌کنند که برای خردترین گناه آنها را دوام چندین روز در کت بسته نگاه می‌دارند و برای اجرای کارهای بیمارخانه استفاده می‌کنند. بیمارخانه در دهه اقتصی ولایت الماتا جایگیر است. ماموریت بیمارخانه ادعاها را رد کرده است ولی مقامات به تفتیش قضیه شروع کردند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. تو را چرا بستند؟ چون که پاک کردن دستشویی را رد کردم. برای همین بستند؟ بله. مشتریانی که وضع بیمارستان امراض روحی اقتص را در قزاقستان ثبت کردند دلیل‌های از مناسبت بیرحمانه به بیماران و شرایط بد این مؤسسه را نمایش دادند. بدترین چیز میدانید چی است؟ برای هر خطای خرد سوزندارو میزنند. از آن بدتر در جایگاهت میبندند. تا 10 روز هم میشود که به حرکت میخوابی. نمیماند که حاجت خانه روی مجبور میشوی کارت را در جای خوابت کنی. туалет сходить тебя не выпускают, не отвязывают. Ты приходится тебе идти под себя. Таркалар мысалы науқастарға жасатады. کلانترها مثلا بیماران را مجبور میکنند که حاجت خانه و دستشویی را پاک کنند. اگر بیمار خواست که از حقش دفاع کند یا چیزی گوید تهدید میکنند، میگویند من تو را میبندم یا سوزندارو میزنم یا با دیگر چاره ها تهدید میکنند. من این را با چشم خودم دیدم، برای همین میگویم. یک سابق بیمار بر رادیو آزادی ثبت‌های را فرستاد که از پایان سال 2025 تا 2026 با تلفن پنهانی ثبت شده است. رادیو آزادی امکانی به طور مستقل سنجیدن این نوارها را ندارد ولی عین همین نوارها به شبکه‌ها هم راه یافتند. ولی چندین منبع میگویند که وضع واقعاً چنین است. این بیمارخانه برای 770 بیمار پیش بینی شده است. وزارت بهداشت قزاقستان گفت تخمیناً 80% بیماران اینجا جنایت‌های سنگین صادر کردند. برخی میگویند با آنها تهدید میکنند که اگر شانسی آزاد شدن از این بیمارخانه را داشتن میخواهند باید کارهای خواجگی مؤسسه را انجام دهند. مسئولان بیمارخانه این اتهام را رد کردند ولی نخواستند موقعشان را شرح دهند. وزارت تندرستی، دادستانی محلی و وکالتدار حقوق انسان از پی تحقیق این حادثه ها شدند. و بینندگان ارجمند با پایان برنامه اخبار آزادی نزدیک می شویم. در چند لحظه تا ختم این نشر برنامه یادآور می شویم که اگر سری وقت این برنامه و دیگر مطالب ما رو دیدن نتوانستید، این و دیگر برنامه ها رو می توانید از سامانه رادیوی آزادی هم ببینید. azadi.org. فعلا از ما همین.
خدا نگهبان.